بله خانم ها و آقایان، همونطور که مستحضر هستید ما امروز جمع شدیم در یکی از بنادر بزرگ و با شکوه جنوب کالیفرنیا در شهر زیبای آکسنارد یا همان بنادر ساحلی زیبای بحر خزر و دریای عمان و خلیج فارس، یا همان بهتر بگویم از قول گوگل خلیج عربی. اون دو نفر مردان پرقدرت و با ایمان و با ایثارگری هستند که از عمق مام وطن بلند شدند. شهریار هاشمی و ساسان پاکروان یا همون فاکروان خودمون توسط بزرگترین کشتی نامی تاریخ بشریت تایتانیک روانه دریای اقیانوس اطلس می شوند. آنها دارند دستگرمی می کنند، آماده می شوند و اون دوتا زیباترین سگ‌های تاریخ بشریت همانا توپولی و جویسی هستند که اومدن ساپورت فکری و ساپورت اخلاقی بدن به ورزشکاران وطن دوست و وطن پرست کشور عزیزمان ایران. بله، همونطور که میبینید دارن آماده میشن. تا لحظاتی دیگر داور سوت بازی رو میزنه، سوت آغاز بازی رو میزنه. جویسی همونطور که میبینید آماده شده، توپولی بهش میپیونده در نیمه زمین. آره، ساخته و شهریار ساخته و پرداخته میکنه و ماشه رو کم کم که همون پارو بود. یاد همون جوک قدیمی افتادم، برف پارو میکنیم افتادم. برصد ساسان فاکروان هم در انتهای قایق بله شروع کردن به پارو زدن. بله، همونطور که متوجه شدیم سفر بیکران مارکوپولو به همراه شهریار هاشمی و بله ساسان پاکروان همونطور که شهریار گفت رو هوا میزنه. البته مگس و معمولا رو هوا میزنن الکی.